فقط با پرداخت 600 میلیون تومان پول نقد به مالک این آپارتمان میتونید صاحب این آپارتمان بشید. قیمت کل این آپارتمان 1 میلیارد و 950 میلیون تومان هست و برای اون دسته از عزیزانی که با بودجه کمتری میخوان صاحب آپارتمان بشن، پیشنهاد میکنیم با این شرایطی که بهتون ارائه میدیم مالک و صاحب این آپارتمان بشید. 300 میلیون تومان قیمت اجاره و رهن کامل این آپارتمان هست که مسئولیت اجاره دادنش با ماست و شما هیچ تعهدی نسبت به این موضوع نخواهید داشت. و از 1 میلیارد و 650 میلیون تومان باقی مونده، بانک مسکن در ازای خرید اوراق مسکن به شما وام میده که این وام برای زوجین 1 میلیارد و 80 میلیون تومان و به ازای هر فرزند 200 میلیون تومانه که مدارک لازم برای دریافت وام رو ما در اختیارتون قرار میدیم. این رو هم بهتون بگم که بانک مسکن باید اوراق مسکن رو خریداری کنید که قیمت اوراق مسکن هم تقریبا به ازای هر 1 میلیارد تومان حدود 200 تا 200 خردی میلیون تومان هست که اون مجزاست و قسطش هم ماهی 25 میلیون تومان. برای دیدن خونه یا داشتن اطلاعات بیشتر همین الان به این شماره زنگ بزن.